کی جادوش میکنه میگوی؟ خشتمانی حرامش میکنه. روتاسیون نکن. بخدا میکنه. تو مسلمانی؟ الحمدلله. مادام مسلمان باشی چرا در اطاعت میکنی اون ساحری بدبخته؟ ها؟ چرا خودت مسلمان میگی الحمدلله میگوید با داخل بدنش لگی؟ چرا این از آزار میتی؟ چرا با همراه جادوگر کار میکنی؟ از الله نمیترسی؟ من اکنون دیگرش میبیم شما بیوم. لوچت نه ببرو دیگه هم کسی نمون بدرو اگه اطاعت نکنه دیگه برو در بدن همون ساحر بدرو در بدن همون جادوگر بدرو در بدن همون خشتمانش بدرو ببرو تیز بسم الله برو ما که واسه دخان میخوام در میگیریم نخون. ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح برو در بدن خشتمانش بدرو دیگه بر نگر بدنی فهمیدی؟ حرام خشتمانش نمیخوام بدنی بدرو بدن حرام. خاگنه برا جورات بدرو دیگه بر نگر بدنی ها؟ حرام بدرو یا من نمیدرم. خبر اگون حرام بدرو در بدنش دیگه بر نگر بدنی من نمیتونم. یا خوار مسلمان آزار نتی میره دوست میدارم. روتاسیون که تو بدبختی کافریم کافر نیستم. تو کافری تو مسلمان باشی چرا آزار میدی چرا جین اختا داری نمیکنی چرا محبت به جین اختا نمیکنی دیگه خیلی نمیفهم. روتاسیون نکن از الله شرم که برو از بدنی ما برام ریل دیونا میکنه حرامی. روتاسیون نکن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اقتل كل ساحر وساحرة پروردگار همه ساحرارا و ساحرای زن و مرج خدا همش بکشه همش خار و ذلیل نیست نابود شوان از او جمله تشای خار و ذلیل نیست نابود شای هر انسانایی که نزد ساحران خدا اونها رو توفیق بده و هدایت شو بده اگر سزاوار هدایت باشن سلیم آوردنی ای بای حرامی سلیم آوردنی ای. ببرو روتاسیون که از بدنی خارج شه منم الله سلیم آوردنی ای. من هر کسی که بیایه انشالله که آیت قرآن اونها را میسوزونه خار و ذلیل نیست نابودشون میکنه نه یک سوی دخان میخوام خیلی در میگیرین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام